پس 2 هفته دیگه عیده. من تازه پولامو جمع کرده بودم شاید بتونم یه کابیشن بخرم برای زمستون. اشکال نداره عمو جان، پولاتو نگه دار برای سال بعد. سال بعد با این پول جورابم به ما نمیدن عمو صفدر. نابغه الان ماهی قرمز بخری احتمال زنده ماندنش تا بعد از عید از ما انسان ها بیشتره. مثل که آخوند داره این مملکت ها. یکی موس تکون بده ببینیم چقدر تا آخر فیلم مونده. اومدیم بار یکم حال و هوا عوض کنیم ها. اسی ببین تو گوشید یه خبر خوب پیدا میکنی رویمون عوض شه عمو؟ آره یکی پیدا کردم. خبرگزاری صدا و سیما نوشته ارزش دلار آمریکا به پایین ترین سطح 4 سال اخیر رسیده. خودم مردم از خوشی. سم خوب کسی سراغ داره؟ آدم نمیدونه بخنده، گریه بکنه، جیغ بکشه یا اصلا با هزینه کمتر خودش به فضا برسونه. اینا هنوز فکر میکنه اینترنت کامل قطعه. دیروز تو مغازه به قیمت ها نگاه میکردم، دیدم یه بسته خرما و یه شیر شده 500,000 تومان. یعنی ساده زیستی در 400 سال پیش الان شده زندگی لاکچری تو ایران. باورم نمیشه. آدم فقط یه بار زندگی میکنه و من او یه بار گیر آخوند افتادم. فقط جهت اطلاعتون اینجا نوشته وضعیت قرمز و ممکنه جنگ بشه. برای شرایط جنگی همه باید برای چند ماه مواد غذایی و بهداشتی ذخیره کنن. بگو خیالتون راحت، ما آماده ایم. 2 تا تونمایی خریدیم که یکیشو برای شام خوردیم. بابا شما یادتون نمیاد یه زمانی تو کتابا نوشته بود بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید. یعنی میخوام بگم وضعمون اونقدری بود که میتونستیم اسراف هم بکنیم. راست میگی آقا جان. دروغم کجا بود؟ تا قبل 4 آ. ولی یکی از مزایایی که نسل ما از این دوره آخونده داره اینه که میتونیم یک عالمه داستان تزدک برای نوامون تعریف کنیم. البته اگه جون سالم در ببریم دیگه. به نظرم اونان که جون سالم به در نمیبرن. دیما مگه یادتون رفته چند تا بسیجی رو چلوندیم؟ گل گفتی عمو صفدر. یادش بخیر واسه گوشمالی دادن بسیجیه عالیه خانم داد میزد یه جوری بزنش که صدای خر بده. همه از خنده شکمامون رو گرفته بودیم. ولی خدا وکیلی جوری کتکش زدن تا یه هفته به دیوار سلام کرد. به نظرم هر کی جای خامنه‌ای بود روز شب دعا میکرد دست بیگانه بیفته اما دست مردم تو خیابون نیفته. یعنی بازم فرصتش پیش میاد؟ میشه کارشون یه سره بشه؟ پسر جان، تاریک ترین لحظه شب درست 1 لحظه قبل از سپیده دمه. گل گفتی عمو